چیکان یک حقیقت سانسور شده از زندگی زنان ژاپنی. ژاپن کشور نظم و قانون، پیشرفت و تکنولوژی. امروز میخوام یه سری حقایق جالب از شرایط زندگی خانم‌ها در ژاپن رو براتون بگم که کرکوپرتون میریزه. برخلاف تصور ما از کشور مدرنیته ژاپن، مردم این کشور خرافات و اعتقادات باور نکردنی در مورد خانم‌ها دارن. تا آخر ویدیو با استودیو دانستنی همراه باشین تا این حقایق رو براتون بازگو کنم. شاید براتون جالب باشه که بدونید خانم‌هایی که از عینک استفاده میکنن توی ژاپن اجازه کار کردن در بخش خدمات یا رستوران‌ها یا هتل‌ها رو ندارن و دلیلش هم اینه که اعتقاد دارن عینک زیبایی چشم خانم‌ها رو پنهان میکنه، آرایش اونا رو نشون نمیده و در کل ظاهر خانم‌ها رو از جذابیت میندازه. در ژاپن مردها اکثرا موهای خودشون رو چپ میکنن و زنها موهای کوتاه دارن، اما دخترها موهاشون رو بلند و چتری نگه میدارن و این تفاوت در آرایش مو یکی از علامت‌های ازدواج در بین خانم هاست. توالت رفتن خانم ها تو ژاپن یکم عجیب غریبه. اینجوری براتون بگم که هیچ کس نباید متوجه بشه که خانم ها به چه منظوری میرن دستشویی، یا توی دستشویی هیچ سر و صدایی نباید به گوش بقیه برسه. برای همین توالت های مخصوصی درست شده که این توالت ها نقش یه خوشبو کننده رو دارن. صندلی ها رو گرم نگه میدارن و اونا رو خشک میکنن. حتی یه رادیوی داخلی هم دارن که میتونه هر سر و صدایی رو پوشش بده. شرم‌آورترین مورد برای دخترای ژاپنی اینه که بقیه بدونن یا حدس بزنن که دختر داره دوران پریودیش رو سپری میکنه. توی ژاپن زن باید از مرد ضعیف‌تر باشه، حتی اگر در واقعیت اینطور نباشه. دخترای ژاپنی نمیتونن باهوشتر، زرنگتر یا حتی سریعتر از مردا باشن و باید نسبت به مردا خودشون رو ضعیف‌تر و نحیفتر نشون بدن. دختران نباید با صدای بلند صحبت کنن، نباید متکبرانه یا بی‌ادبانه ارتباط برقرار کنن. یعنی یه جوری نشون بدن که به مردا برتری دارن، یه جورایی نظام مرد سالاری اونجا حاکمه. همینطور دختران نباید با اندام‌ها یا کارهای خودشون توجه مردا رو جلب کنن. این یه کار بی‌شرمانه است. اونا نمیتونن مردی رو که دوست دارن توی کافه در آغوش بگیرن یا حتی ببوسن. توی این قسمت ویدیو میخوام در مورد چیکان براتون صحبت کنم، حقیقت سانسور شده زنان ژاپنی. اما قبلش ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید. توی ژاپن خانم ها توی حمل و نقل عمومی مثل قطار، مترو یا اتوبوس مورد آزار و اذیت جنسی زیادی قرار میگیرن. حتی برای این کار اسمی به نام چیکان دارن. البته دولت ژاپن برای حل این مشکل اقداماتی را انجام داده. مثلا برای خانم ها تاکسی خانم گذاشته یا پلیسایی رو گذاشته که تا دیر وقت مواظب خانم ها هستن. اینجوری که خانم هایی که تا دیر وقت ساعت 2 یا 3 بعد از نصف شب از محل کارشون بیرون میان، این پلیس ها اونها رو تا خونهشون همراهی میکنه و امنیتشون رو برقرار میکنه. شاید براتون جالب باشه که بدونید میون این همه خرافات و دید منفی که نسبت به خانم ها توی ژاپن وجود داره، یه سری مکان ها هستن که فقط مخصوص خانم ها هستن، مثل کافه ها و رستوران ها. یا در ارائه خدمات یا پرداخت کالاها یه سری تفاوت های بین خانم ها و آقایون گذاشتن، مثل خدمات پزشکی و برخی از کالاها که برای آقایون گرونتره. علاوه بر همه اینها خیلی از مؤسسات دولتی هستن که یه روزی رو در ماه مشخص میکنن و تخفیف‌های بزرگی رو برای خانم‌ها در نظر میگیرن. یه اعتقاد جالب از چشم‌بادامیای ژاپنی بهتون بگم و اونم اینه که خانم‌ها نمیتونن آشپز سوشی باشن. ژاپنی‌ها میگن که خانم‌ها مناسب آشپزی سوشی نیستن، چون که دست خانم‌ها بسته به تغییرات هورمونی مرتبط با چرخه قاعدگیشون میتونه سردتر یا گرمتر باشه و این باعث از بین رفتن طعم سوشی میشه. همچنین استخدام خانم‌ها در ژاپن نسبت به آقایون یکم سخت‌تره. حتی اگه یه خانم دانش و مهارت بیشتری داشته باشه، اولویت و استخدام به آقایون هستش. یا اگه خانم‌ها موفق بشن در جای استخدام بشن، نسبت به آقایون با همون شرایط مشابه حقوق کمتری رو دریافت میکنن. یه زن در ژاپن نمیتونه در مسابقات کشتی سومو شرکت کنه.
برخلاف شواهد تاریخی که نشون میده زنان در دوران باستان و قرون وسطا کشتی میگرفتن، اما در حال حاضر زنان ژاپنی حق شرکت در مسابقات حرفه‌ای سومو رو ندارن. در فعالیت‌های مربوط به این ورزش هم نمیتونن شرکت کنن، حتی به عنوان داور. و از 100 سال پیش خانم‌ها حتی نمیتونستن این بازی‌ها رو تماشا کنن. اعتقادشون هم بر این بوده که نگاه خانم‌ها مسمومه و میتونه به کشتیگیران آسیب بزنه. اما الان لطف کردن و اجازه میدن که خانم‌ها فقط این بازی‌ها رو تماشا کنن.